سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش. از اون جمله برای بهترین بالاترین نعمت پروردگار ایمان است که خداوند شکرانه میگم و از رب العالمین آرزو دارم، تمنا میکنم که از دنیا به ایمان رفتنم نصیبم گردانده باشد. پیش شما هموطنان در اون تمام مسلمان ها را به آمد عید سعید قربان تبریک و تهنیت میگم. از خداوند قادر یکتا برای شما صحتی و سلامتی بردوام تمنا دارم. و آید به عید سعید قربان یک فتوای از جانب شورای علمای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان صادر شد. میخوام یک چند دقیقه در اطراف همان فتوا برای شما صحبت داشته باشم. البته شورای مرکزی اسلامی راهبرش یا که بگیم رئیسش مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده های. شما میدونید که دشمنی تیاره، او یکم سال نیست، یکم بار نیست، دائم پیش از عید یک ضربه، یک بگیم که دشمنی، یک کاری بد، یک خیانت در حق مردم تاجیکستان و مسلمان ها بگیم که جاری میکنه یا که عملی میکنه یا پیاده میکنه. در قرار شورای علمای مرکزی یک پارچه‌اش میخونم، زیرا جزیا صحبت کردگیان اومدگی است که عادتا در روزهای عید مردم خصوصا کودکان به عیدگردک میبرند، از خانه به خانه، از محله به محله رفته روزی دراز در نزد در مردم و دستی دراز آواره‌گردی میکنند. باید دانست که از سبب خانه به خانه گشتن خردسالان در روز عید خطر سیرایت یابی و سیرایت کنونی دیگران به مراتب میافزاید. گروه دیگر طلبگان به خانه ها آمده مجبوراً آیت میخوانند، حالا آنکه خود سواد دینی ندارند و حتی سوره فاتحه را غلط میخوانند. کودکان باید به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند، نه اینکه در کوچه و خیابان ها بیهوده گشت و گذار نمایند. طبق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تعلیم و تربیت درست کودکان وظیفه اولین درجه والدان بوده. شریعت اسلامی آن را برای ما هم فرض و هم سنت گردانیده است. خب این بگیم که یک پارچه از قرار قبول شده یا که صادر شده مرکز اسلامی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود، برای شما خواندیم. یاد داشته باشین، من یک خاطر رسان میکنم. 2014 ماهی اکتبر ششمش بگیم انیقتر یا که دقیق ترش بگیم درستتر، ششمش روز عید سعید قربان بود، روز ششم اکتبر 2014. اما سید مکرم عبدالقادر زاده این روز عید یک روز پیش کرد، یعنی روز 5 اکتبر اعلان کرد که روز عید سعید قربان در تاجیکستان جشن گرفته شود. شما میدونید که روز 5 اکتبر روز دیراجدین رحمان فای، روز زاد، روز امام علی ای. حتی همین روز زبان، عید زبان که روز 22 ایون سال 1989 بگیم که تشکیل شد یا که بگیم قرار قبول شد، همین را گرفت برد در روز زاد روز خودش توری کرد. اما بگیم که مکرم این دشمنی بگیم که تاجیکا یا دشمنی مردم تاجیکستان همین ایده برد در روز زاد روز توری کرد. و 2016 وقتی سال نو بود ماه ینور، من بگیم که در خاطر دارم که سوالش دادن، مصاحبهش گرفتن ژورنالیست‌ها که همین کودک‌ها در اطراف گردی ارچه چرخ میزنند، بازی میکنن، همین این نگاه شریعت درسته؟ گفت در شریعت هیچ درس نشده است و از نگاه بگیم انسانیت هم بینیم. یک بار خودتون فکر کنید، کودک در گردی ارچه یک چرخ میزنه، خرسندی میکنه، او رو ارچه را پرستش نمیکنه، عقل و بر عبادت نمیرسه. این کودک معصوم است، چی جای گناهش باشه میگه، هیچ کار نمیکنه، اشکال نداره میگه. همین گپا گفته بود. من مثالش برای چی آوردم که دشمنیش نو سر نشیده. کودک‌ها قطعی دشمنی داره، کودک‌ها را ای خرسندی محروم داره. یک سال پیش عید سعید قربان روز 1 سپتامبر آمدگی بود. یاد دارین روز 1 سپتامبر عید سعید قربان بود. انمی مفتی، این همی سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس مرکز اسلامی
گفته بود که خداوند اولین آیتی که به پیامبر خدا محمد مصطفی علیه السلام نازل کرد فرو فرستاد سوره یا که آیت اقرا بخون، یعنی گفت علم مرتبهش ای خرسندی ای جشن گفت بالا ای. و وزارت معارف از او طرف قانون برآورد، اعلام کرد که هر پدر و مادری که کودکش روز 1 سپتامبر به دست خودش به مکتب نمیبره به جوابگاری کشیده می شود. شما چه خیلی فهمیدید همین گپایی که ما از مثالای میارم؟ دشمنیشون با کودکا. انا امروز میگم که با قرار قبول کردن فتوا صادر کردن که کودکا رنگ گدا وری میگه خانه به خانه نروند، ساعت ها پیش درد انتظار نیستن که یک چیزکشون بتن. و حتی میگه با مثال میاره که دانشجوها را میگه یاد گرفتن میروند مجبورن میگه آیت قرآن میخونن. این گپا رو ما شنیدگی نیستیم، دیدگی نیستیم که یک نفر بیا مجبور آیت قرآن بخونه در یگان خونه. تا کجا دیدین؟ کی را دیدین؟ و او تاجیکستان یکمش که دموکراتی ای، کشور دموکراتی ای، اید میکنن یوشن پیرن زنن مردن دیگه او فرق نداره. شما چیکار دارین؟ خونه یک کس میره اگر همون خونه دار نفورش معقولش نشه همون گناهگار میشوه، همون جوابگره یا که همون مشکلات به سر همو ای. آدم کشی نمیدونن خونه او که مجبوری یا که دزدی. و مردم ما و شما بگیم که کمبغل هم باشه یک نفر بیاکو آیت قرآن بخونه که روی دست میگیرن خونش میدروننش. این گپ شما ای پیش خطون گفتستین. و در دوامش میگه که در دوام فتواش که در اینجا میگه که از روی قانونهای حکومت جمهوری تاجیکستان که والدین مسئولیت دارن در تعلیم و تربیت فرزند، میگه باید که کودکاشون نظارت کنن. و میگه ایروی شریعت هم برای ما و شما میگه قرضای فرضای که باید تعلیم و تربیت فرزندان را بر گردن گیریم، بر دوش گیریم و نظارت کنیم. دیدین در انمی وقتا یا را بعد بگیم که شریعت دوستدار میشوند، بعد یا مردم دوستدار میشوند، بعد یا دلسوز و غمخوار میشوند. برای چی؟ برای چی؟ کودکا برای پیشواز رحمان میرن ماها تمرین مارشروفکا میگذرونن. شما در اونجا نمیگین پدر مادرها شما تعلیم و تربیت فرزندتون برگردنتون شما بگیرین جوابگرین، نمانشان این گپا شما نمیگفتین. هم وزارت معارف هم شورای علما یا جهالا در اینجا در شریعت هسته که کودک بروه پیشواز رحمانوف مارشروفکا بروه یا گردی ارچه در وقتی میگوی که هیچ کنه میکنه خمی خرسندیش میره خونه به خونه ایش هم هیچ کنه میکنه. در شریعت هم نباشه هیچ کنه میکنه. شما را چی زور اومد خونه ایت نیان همینطور مکرم ماشین در تمخکم که خونه ایت یگان کودک نیان. برای همین یا دشمنیشون با کودک‌ها یا داشته باشین. یک کودکچه 5 ساله اینمی ناحیه رودکی بود یا خاطر نکنم شهر وحدت بود. سال 2017 در خبرها برآمد بود که 6 ماه تیاری دیده برای یک سرود یا یک گیم شعرشه پیش رحمانو بخونه. 6 ماه، اما 6 ماه بعد نموندنش سرود چه بخونه، نموندنش چی ده نموندنش دیگه سببش نفهمیدیم. حتی نوارش بود. شما میتونید که ای رسانه ها پیدا کنید. انا ببینید در شریعت هستی چیز چی با اینجا مکرم یگان فتوا نبروردی. این قدر برزید اسلام مبارزه میبرند، این قدر تهمت ها و تحقیرها علیه هم مسلمان ها هم کودک ها هم مردم تاجیکستان میکنن. شما چی با فتوا نمیبرورین؟ یگان قرار شما یگان حکم صادر نمیکنین. ما همینجا شما را مردم تاجیکستان همین شورای علما را شناس کنیم که در همین شورای علما کیه، همین کی قبول کرده همین فتوا را صادر میکنه یا که همین قانونی بگیم بر گفته خودشون ایرو شریعت دلسوزانه قرار میبرن. بود همونجا میگه که یک پونکتش در همین فتواش میگه که هر قراری که شورای علما در همین تاجیکستان میبره یا صادر میکنه مردم حتما باید او را اطاعت کنن. برای مردم میگه حتمی قبول کردنش پیروی اطاعتش. ببینید شما واقعا اگر فتوا دهنده باشین، واقعا اسلام حقیقی را میخواین بگین به مردم نشون بدین، ببینید فتوای حقانی درست صحیح، بله مردم شما باید اطاعت کنه. در دیگر صورت مردم باید دباله شما توف کنه.
در بالای شما این از من شانتان میگم که در بالای کیها شما باید توف کنید. شورای علما، رئیس مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، معاون اولش عبدالبصیر سیدزاده، یکی از عضو دیگر شورای علما حکمت الله سجاعتزاده، عضو دیگر شورای علما میرزا علیم عظیمov، عضو دیگر شورای علما ازلشاه شریفزاده، عضو دیگر شورای علما همچنین معاون اول رئیس مرکز اسلامی حسین موسیزاده و عضو دیگر شورای علما جمال الدین خاموشov و عضو دیگر شورای علمای مرکزی اسلامی اسرائیل سعیدov و عضو آخرانش ایرا همه شما میشناسین رحیم کریم تاجیکستان قماندان صاحب گریانچیک، ای هم عضو مرکز اسلامی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. انا که دیدین شما کیان یا این هم یا گویا که دلسوزن و نگاه شریعت برای ما و شما برای مردم تاجیکستان قانون میبرن. شما هم را میفرتون اطاعت کنین، گوش کنین و این قانون قرار و فتواشون در همین دو دیگه صادر میشوه. در دیگه وقتا شما اگر برای نکنید ای پیش گپ بزنید قچون بحث کنید یا فتوا نمیبرن. شما دیدین تا امروز یک فتواشون ای روی شریعت باشه، صحیح درست سالم نیست، ندارن. اینجا با مثال میاره که کودک‌ها در همین وقت زمان بگیم سیرایت‌یابی کرونا ویروس شاید که یک دیگر بگذارن برای خانواده‌شون ده بگیم که سیرایت به پدر مادر یعنی که دیگر عضو خانواده‌شون در اینجا مارشروفکا را فراموش کردن. در مارشروفکا بالغن کلانن بگیم که 18 ساله 20 ساله بعضیشون طلبه باشه دانشجو باشه 22 ساله 23 ساله شاید کلان سالان دبایشون باشه. در او چی به شما شورای علما فتوا قانون حکم نمیبرین؟ برای چی؟ وقتی شما شریعت واقعا میخواین در مردم پیاده کنین برای او چی به شما یگون چیزی نمیگین؟ برای شما دشمنین، شما دشمنین، ای بالا شما را میگن شما همون چیزا را میگین. در اینجا یک دشمن دیگر من برای شما میخوام هموطنان عزیز شناس کنم. تماشا کنین نواره بعد صحبت میکنیم. مسئله بسیار نامطلوب دیگری که در کشورهای آسیای مرکزی معمول گردیده است این ایدگردک است. در یگان سرچشمه های دینی خب احکام شرعی یا دلالت های فقه حنفی در مسئله برگزار نمودن ایدگردک خصوصا ایدگردک اطفال یگان خیل اشارت نیست. این رو همه دانشمندان میدونن و باید ما در بالای این مسئله بسیار کار بریم که همین رفتار نامطلوب و نادرست از متن نه تنها برگزاری عید قربان بلکه از متن زندگی ما بیرون آورده شود. شما توجه کنید که وقتی که کودک همچون ایدگردک خانه به خانه میگردد در تفکر و اندیشه او یک خصلتی چیزی را طلب کردن پیدا می شود. وقتی که انسان خصلتی چیزی را طلب کردن در از کودکی در تفکر و در شخصیت او تشکل یافت این خصلت را از روان و از رفتار او بیرون آوردن در مرحله های من بعد بسیار دشوار میگردد. این ای فیض‌الله برادزاده 2015 تا ماه ینوری 2020 رئیس مرکز اسلام شناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود و 1 مارس 2020 تا امروز همچون دپوتات وکیل گویا مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خورده خو یا که بگیم گویا فعالیت میکنه. دیدین که چی میگه؟ در یگان جای شریعت، در یگان مذهب، در یگان بگیم کتاب‌های اسلامی میگه هیچ چیز درک نشده که کودک‌ها همچون گدا خانه به خانه بروند. اما و میگه که آخه آدم همین یارا گوش میکنه غیر از همین لعنت دیگه هیچی باید به زبانش نیاد. میگه در وجود آدم میگه یک عرف بگیم که عادتی گداگی میگه حس میشوه یا که بگیم که پیدا میشوه. اینم ما
دیگران را مثال نمیارم. من خورد بدم کودک بدم میکردم خانه به خانه اید میکردیم. این قدیم ایام اومد کاری بد نیست در شریعت نیست اما کاری بد هم نیست. شریعت هر عملی که به مردم ضرر نداشته باشه به عقیدهش ضرر نداشته باشه او را بگیم که حکم نمیکنه بگیم محدود نمیکنه ناجایز نمیدونش. همین از اون جمله کودکو اید کردنشون. اینا ما اید کردیم اوزی در وجود ما صفت طلبیدن نیست. اگر در وجود تو فراد خرزاده بدبخت زاده اگر صفتی گدایی باشه طلبیدنی باشه در وجود من نیست. در دیگر مردم هم باور دارن که نیست. تو امروز اگر که ای گفته بگیریم در وجود آدما میگن صفت گدایی میاد این تحقیر به نه تنها به کودکای به مردم تاجیکستان های همه قریب همین مردم تاجیکستان میگم این کلان سالو اید کردگین کودک بدین اید گردک کردگین این روی گویا شما را طلبنده گفته است شما گویا در وجودتان صفت گدایی دارین خصوصیتی بگین طلبندگی دارین. گپی میره شما معنیش یک خود به خود تحلیل کنین باز هم اون که اومالی گدا هست واقعا طلبنده هم طلبنده داخلی هم طلبنده خارجی. تو هم طلبنده برای گپ تو معنی همین را داره که هر کسی اید میکنه در وجود او یک صفت گدایی میگه پیدا میشه. و نگاه کنین نخو یک وکیل یک دپوتات بخیزه بر کودکو دشمنی کنه. دپوتات نماینده مردم ای پارلمان خانه ملت اما نگاه کنین مردم ای وکیلو بزارن و ای وکیلو ای مردم گرزونن. ای مردم اگر بون بزارن خطا نمیکنن زیرا اینا خورده خواه فقط بحث یا اگر پیدا شود در بگیم صفحه اینترنتی چی میشود مرغی بسیار تخمکن گوی بهتر شیر میدودگی این همین بحث ها دارن در پارلمان. این قدر قانون هایی که علیه مردم اما خود چون برآوردگیان انا میرن میخوان قانونی کنن. نمیره شما مردم بدونین میخوان که قانونا کودکا را اینمی ایدگردک اینمی خرسانیشون محروم کنن. این همین حرامی را بین همین گپا گفته است. حتی گفته است که ای زندگی مردمی را باید پال بیرون کنین. شما کیین؟ یا قدیم و مگه را شما حق ندارین. ما در آخر فقط برای شما مردم مراجعت میکنیم. این حرامزاده ها این پلید ها این کثیف ها زبان نمیفهمند زبان آدمی را نمیفهمند. باید با یا معامله درشت تند سرد باید بکنی یا را باید تحقیر مسخره و مزاح کنی. گپای سخت تری نباید بگویشون. شما باید که با گپای گوش نکنین با قانون های ایها اطاعت نکنین. نه یگانه راه نجات شما این میاد. با گپای یا گوش نکنین با قانون های یا اطاعت نکنین. خدا یار و مددگارتان باشه. بار دیگر عید سعید قربان به همه شما مبارک باشد هموطنان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.